در تاریخ 31 اکتبر 1974 در شهر پاسادنای ایالت تگزاس، درست شب قبل از هالووین، مثل هر هالووین دیگه پر از شور و هیجان و شادی بود. بچه‌ها همه لباس ترسناک پوشیده بودن و در خونه ها در می‌زدن و میگفتن تریک اور تریت، ولی کسی فکرشو نمی‌کرد که وسط این شور و هیجان و جشن و شادیشون شاهد قتل یه پسر 8 ساله بشن. سلام، اینجا اتاق اسرار. اومدیم با یه پرونده هالووینی. میخوام آشناتون کنم با خانواده اوبریان. خانواده اوبریان یه خانواده 4 نفره بودن. پدر خانواده رونالد اوبریان متولد سال 1944 در شهر پاسادنا ایالت تگزاس بود. یه مرد خیلی مهربون، خیلی نرمال، خانواده دوست و به شدت پدر خوبی برای فرزنداش بود. در کل مرد خیلی آرومی بود، چهره خندونی داشت و همه به عنوان یه پدر نمونه از اون یاد میکردن. شغلش هم تعمیرات و ساخت عینک بود. آدم مذهبی بود و عضو فعال گروه کور و کلیسا بود. مادر خانواده خانم دینین یه خانم آروم یا مامان مهربون، دلسوز، خونه‌دار و به شدت متعهد و اون هم یکی از خانم‌های مذهبی بود. اونا 2 فرزند داشتن، یه پسر به نام تیموتی که اون موقع 8 سالش بود و یه دختر به نام الیزابت که اون موقع 5 سالش بود. تیموتی خیلی پسر خوبی بود، خیلی درسخون بود، بچه آرومی بود، خیلی باهوش بود و عاشق درس علوم بود و رویای دکتر شدن داشت. در کل این خانواده خیلی خانواده نرمالی به نظر می اومدن و از دور کاملا یه خانواده اوکی. تعطیلات رو با هم دیگه میگذروندن. روی دیوار خونهشون همیشه عکسای خانوادگیشون بود که همیشه میخندیدن و در کل یه خانواده به شدت نرمالی بودن و خیلی هم انگار همه چی اوکی و آروم بود توی خانوادهشون. اونا یه خونه ساده توی یکی از منطقه‌های متوسط شهر پاسادنا داشتن و تیموتی همیشه از پدرش به عنوان یک قهرمان یاد میکرد. در شب 31 اکتبر سال 1974 رونالد به همراه 2 فرزندش و چند تا از دوستای فرزندش که در همسایگی اونا زندگی میکردن که 2 از بچه‌های خانواده باتس بودن که همسایه رونالدینا بودن. همسایه اونا بودن، انگار خودش و 5 فرزند که 2 از فرزنده خودش بودن میرن یکی از محلهای اطراف خونهشون برای اینکه جشن داشته باشن، برن در خونه ها بچه ها در بزنن و بگن تریت اور تریک. بچه ها کلی شاد و خوشحال بودن و کلی هم شکلات گرفته بودن. بین این خونه هایی که در می زدن یه خونه بود که تاریک بود و انگار کسی توی خونه زندگی نمی کرد. چند بار در می زدن ولی کسی در رو باز نمی کنه تا اینکه بچه ها یکم فاصله می گیرن، ولی رونالد چند دقیقه صبر می کنه و بعد از چند دقیقه با 5 شکلات پیکسی استیکس به دست میاد پیش بچه‌ها و به هر کدومشون یه شکلات میده و میگه که صاحب خونه طبقه بالا بود و اومد پایین در رو برام باز کرد. چند ساعت بعد حدود ساعت 9 شب تیموتی قبل از خواب از پدرش درخواست میکنه که یکی از اون شکلات‌ها رو بخوره. پدرش هم قبول میکنه و میگه یه دونه از این شکلات‌های لوله‌ای پیکسی استیکس بخور و بعد مسواک بزن و بخواب. ولی زمانی که این شکلات‌ها بچه‌ها لوله‌ای بوده و پودری بوده شکلاتاش، زمانی که تیموتی می‌خواسته یکی از اونها رو باز کنه انگار خیلی سفت شده بود و پودرش بیرون نمیومد. رونالد یعنی حالا با زور و فشار و اینها این پودرش رو در میاره. وقتی تیموتی اون شکلات رو میخوره میگه وای چقدر تلخ بود، شکلات تلخ. رونالد بلافاصله بهش آب میوه میده که طعم دهنش عوض بشه، اما چند ثانیه بعد تیموتی شروع میکنه به استفراغ کردن، تشنج و جیغ زدن. اونا خیلی سریع تیموتی رو میرسونن بیمارستان، ولی توی فاصله کمتر از 1 ساعت بعد از اینکه شکلات رو خورده میرسه به بیمارستان ولی جونش رو از دست میده. تیم تحقیقات و پزشکا خیلی سریع تشخیص میدن که تیموتی مسموم شده بود و یه موج خیلی عجیبی راه میفته به این عنوان که شکلات‌های هالووین
مسمومه و کسی داخل این شکلات ها سم ریخته. پدر مادرها همه اون شکلات ها رو جمع میکنن میریزن بیرون و حتی مغازه ها دیگه آب نبات و شکلات نمیفروختن و هالووین 1974 تبدیل شد به یک کابوس جمعی توی آمریکا. پزشکا خیلی سریع تشخیص دادن اون موادی که داخل شکلات پیکسی استیکس بوده سم سیانور پتاسیم بوده و مقداری که توی یکی از این لوله های شکلات سم بوده میتونست 2 آدم بالغ رو بکشه. اینقدر زیاد. جالبه که بقیه لوله ها هم مسموم بودن ولی کسی نخورده از اون شکلات ها. حالا میتونیم بگیم اتفاقی بوده، بر اساس شانس بوده و یک دلیلش میتونه حالا جزء فرضیه ها بوده که چون شکلات ها سفت شده بود. اگر که یادتون باشه گفتم تیموتی میخواسته شکلات رو بخوره و یه مقدار پود داخلش سفت شده بود و رونالد به زور اون پود رو در آورد از داخل لوله و ممکنه حالا بقیه به خاطر سفت بودن شکلات یا بر حسب شانس اون شکلات رو استفاده نکرده بودن و الان پلیس دنبال یه قاتل زنجیره‌ایه که ظاهراً بچه‌ها رو مسموم کرده. بازجویی‌ها شروع میشه. پلیس با تمام ساکنین اون منطقه، اون محله شروع به صحبت کردن میکنه، خونه هاشون رو بازرسی میکنن ولی هیچ سرنخی پیدا نمیکنن. میرسن به اون خونه‌ای که رونالد از اونجا شکلات پیکسی استیکس رو گرفته بود و جالبه که مدت‌ها توی این خونه کسی زندگی نمی‌کرده و تنها کسی که میگفت من از این خونه شکلات گرفتم خود رونالد بوده. اینجا یه فرضیه برای پلیس ایجاد میشه که شاید قاتل به عنوان یه فرد ناشناس به اون خونه رفته که میدونسته اونجا کسی زندگی نمی‌کرده ولی رفته اونجا که بخواد مثلا این شکلات‌ها رو برسونه دست بچه‌ها. ولی چون تنها کسی که اون صاحب اون خونه رو مثلا دیده رونالد بوده، پلیس اینجا یه کوچولو بهش مشکوک میشه. ضمن اینکه بعد از اینکه پلیس ها اون خونه رو بررسی کردن متوجه شدن که اصلا هم چیزی امکان نداره که قاتل توی اون خونه بوده باشه و اون شکلات ها رو رسونده باشه دست رونالد. اینجا یه مقدار شکشون که بیشتر میشه شروع میکنن تحقیقاتشون رو گسترده تر انجام میدن. به چند تا سرنخ دیگه میرسن. داخل شکلات ها سم سیانور پتاسیم بوده و این سمی نبوده که به صورت خیلی راحت در دسترس همه باشه، اما به خاطر مثلا استفاده توی آزمایشگاه ها، مثلا تحقیقات علمی، پروژه صنعتی شیمیایی یا مثلا توی آزمایشگاه ها چیزی نبوده که مثلا دسترسیش هم غیر ممکن باشه، ولی یک سری فروشگاه های خاص صنعتی شیمیایی اونها رو میفروختن که همه اونها هر کسی که این سم رو ازش تهیه میکردن باید مشخصاتشون ثبت شده می بود. بعد از بررسی پلیسی که از فروشگاه شهر هاستون اعلام کرد که چند وقت پیش، چند هفته قبل، مردی تقریبا میان سال اومد و از من درخواست سم پتاسیم کرد برای آزمایش علمی پسرش و من اون موقع نداشتم این سم رو ولی درخواستش رو ثبت کرده بود که بعد از اینکه حالا به دستش برسه بتونه بفروشه اون سم رو به این آقا. ولی اون آقا توی دفترچه یادداشتش مشخصات اون آقایی که درخواست داده بود رو نوشته بود مردی سفید پوست، حدود سن 30 تا 40 سال، عینکی، موهای قهوه‌ای، لهجه محلی تگزاس و یک لحن رسمی. و اینا همه مشخصات کی بود؟ آقای رونالد. ولی فروشنده گفت این مرد از من خرید نکرده و فقط درخواستش رو ثبت کرده. پلیسا اینجا 2 فرضیه داشتن، یا اینکه اون از به صورت غیر قانونی از یه شخص دیگه گرفته یا مثلا از یه منبع دیگه تونسته تهیه بکنه، حالا محل کارش، آزمایشگاه‌ها تونسته این مواد رو تهیه بکنه و بعدها هم هرگز پیدا نشد که این مواد رو از کجا تهیه کرده. بعد از اینکه پلیس شکش تبدیل به یقین شد، تحقیقاتش رو خیلی گسترده تر میکنه و متوجه میشه که دقیقاً چند ماه قبل رونالد 2 فرزندش رو بیمه عمر میکنه به مبلغ $60,000، یعنی تقریباً به پول الان شده $400,000 امروز تقریبا. و طبق تماس‌های رونالد با اون شرکت بیمه، دقیقاً شب قتل تیموتی رونالد با شرکت بیمه تماس داشته و پرسیده که آیا این بیمه عمر فعاله
و حتی زمانی که توی بیمارستان اعلام کردن که تیموتی فوت کرده، ریاکشن رونالد خیلی عادی و نرمال بوده. به عنوان پدر کسی که فرزندش کشته شده خیلی نرمال بوده و از اون طرف زنگ زده به شرکت بیمه و پرسیده که این بیمه تعلق میگیره بهشون. بله. و جالبه که همسرش دینین اصلا از این بیمه خبر نداشته و از خیلی چیزهای دیگه. پلیس متوجه میشه که مدت هاست رونالد یک بدهی‌های خیلی سنگین داره، مثل وام، قسط خودرو و حتی یه سری شایعاتی در مورد اینکه رونالد از محل کارش دزدی کرده و پلیسا یه سرنخ محکمتر دیگه هم پیدا میکنن که همکار رونالد هم شاهد بوده که چند هفته قبل رونالد از همکارش درخواست کرده برای سم سیانور که میخواد توی آزمایش علمی پسرش استفاده بکنه. با تمام این شواهد و مدارک باز هم رونالد اصلا اعتراف نمیکنه، ولی همه شواهد و مدارک بر علیه رونالد بوده و در ژوئن 1975 دادگاه رونالد در شهر هاستون برگزار میشه و طبق مدارکی که پلیس داشته، مثل بیمه نامه امضا شده، خرید سیانور که از پیش برنامه ریزی شده بوده و همینطور داستان‌های متفاوت و انگار چنج شده‌ای که به پلیس تحویل داده بوده، همه اینها مدارک نشون میداده که خود رونالد این کارو کرده و حتی همسرش هم شاهد بوده که اون خونه‌ای که داره میگه من از اونجا این شکلات رو گرفتم، هیچ کس اونجا زندگی نمی کرده و اون خونه خالی بوده. و در نهایت هیئت منصفه بعد از 45 دقیقه رونالد رو متهم میکنن به قتل عمد پسرش تیموتی. رونالد سالها درخواست تجدید نظر کرد ولی همیشه رد میشد تا اینکه در تاریخ 31 مارس 1984 تقریبا 10 سال بعد از شب قتل در زندان هانتسویل در تگزاس در ساعت 12:48 نیمه شب اعدام میشه، اما نه اعدام اینجوری، با تزریق و اولین سری اعدام‌های با تزریق در تگزاس بوده. آخرین وعده غذایی رونالد شاید خیلی براتون جالب باشه، استیک، سیب زمینی سرخ شده، لوبیا بستنی و نوشیدنی بوده. وقتی خبر محاکمه رونالد پخش میشه، حدود 3000 نفر در زندان تجمع میکنن و با شعار تریک اور تریت شکلات ها رو توی هوا پخش میکردن به نشانه طعنه زدن به این جنایت. بعد از این پرونده باور به زهرآلود بودن شکلات ها در هالووین توی آمریکا نهادینه شد، با اینکه فقط یک پرونده مستند راجع به این شکلات حالا زهرآلود توی آمریکا بوده، اما تا سالها پدر مادرها اجازه نمیدادن که بچه هاشون بخوان شکلات هالووین رو بخورن. بعد از مرگ تیموتی مادرش دینین و خواهرش الیزابت توی سکوت زندگی کردن و زندگی اونا کلن از هم پاشید و بعد از مدت ها مادرش دینین کلن از تگزاس میره و در خفا میره زندگی میکنه و دیگه اصلا با رسانه ها مصاحبه نمیکنه. و یه چیز خیلی دردناک اینجا اینه که دقیقا شب حادثه که تیموتی دوستاش خواهرش همراه پدرش رفته بودن برای تریک اور تریت، یکی از دوستاش که از همون بچه‌ای که باشون بوده از تاریکی میترسیده و تیموتی میگفته نترس، پدر من قهرمانه، پدر من باهامونه و اون همیشه حمایت اون میکنه. و با اینکه رونالد قهرمان پسرش بود ولی همون قهرمان جونشو گرفت. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین. حمایتاتون یادتون نره.